چهارم این است که در تاریخ هنر ورود چرخ سفالگری در تاریخ هنر مشخصه. یعنی اولین کسی که اومده سفالگری کرده و با چرخ سفالگری رو انجام داده، بعد برای اولین بار در تاریخ هنر در کتاب‌ها نوشته شده که در اون تاریخ این شخص یا این محل و این جای مکان در فلان کشور سفالگری رو انجام میدادن و با چرخ سفالگری هم ورود پیدا کرده. بعد از دست چرخ هم اومده تو کار. خب در تاریخ هنر مشخصه. میریم بررسی میکنیم در اون کتاب‌های تاریخ هنر، میبینیم اختراع چرخ سفالگری بازم همون 5-6 هزار سال قدمت تاریخی داره. خب این اینجا خب چه ربطی با کلپرگان داره؟ اینجا هنوزم که هنوز هست از چرخ استفاده نمیشه. یعنی این هنر حداقل دورش علاوه بر اون دلایل دیگر اینه که مربوط به دوران قبل از اینکه چرخ سفالگری ورود پیدا بکنه به هنر سفالگری مربوط میشه. یک علاوه بر این که هر دوتاش با هم هستن از نظر زمانی، ورود زنان همه جای دنیا زن عنوان سفالگر و کار این تولید این هنر و این صنعت مطرح نیست. در جاهایی هستن مردان مشغولن، در خیلی از جاها مثلا زنان کار سفالگری در اونجا انجام نمیدن. بعد ورود زنان به سفالگری در تاریخ هنر بازم مشخصه. یعنی مثلا اولین غیر از این بحث کلپرگان در جاهای دیگر میگن اولین بار هنر سفالگری در مثلا در ژاپن در فلان نقطه از دنیا زنان ورود پیدا کردن به هنر سفالگری و چقدر تاریخ داره. در اون کتاب‌های تاریخ هنر بازم مشخص میشه که ورود زن حداقل 6 الی 7000 سال قدمت داره. خب تا همین امروز هم در کلپرگان از همون ابتدا تا امروز زنان مشغول این هنر هستن. اینا دلایلی هست که اثبات میکنه، نشان میده که هنر سفالگری در کلپرگان حداقل از 6 الی 7000 سال برخوردن. خب جناب مهندس ضمن تشکر. حالا قبل از اینکه بحث‌های دیگر رو ادامه بدیم، مطلبی رو اشاره کردیم، اون این که در مقطعی از تاریخ به ویژه در دهه 50 اومدن کارگاه سفال اونجا انجام دادن. در مقطعی خب حضرت علی به عنوان مدیر کل بودید، در اونجا باز شرکت تعاونی تشکیل شده، این کارگاه به صورت فعالتر صورت گرفت. در سال 81 باز میراث فرهنگی اومد اینجا رو به عنوان موضع زنده سفال کلپرگان مطرح کرد و به ثبت آثار ملی رسید. در سال اخیر بیش از سال 88 با عنایتی که حالا جناب آقای شریکی مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنعت گردشگری استان داشتن، سفالگری به عنوان ضمن اینکه در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید، خود اونجا به عنوان موضع خاک تبدیل شد. حالا چرا به موضع خاک؟ بالاخره یکی از عنصرهای چهارگانه در طبیعتی که عنصر خاکه. حالا قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، یه گریزی می‌زنیم حضرت علی برای حفظ و تداوم این سنت در حال حاضر به صورت مختصر کوتاه، چون مباحث قبلی اونا رو می‌خوایم ادامه بدیم، چه پیشنهادی میدید برای توسعه گسترش و معرفی بیشتر و ماندگاری این هنر؟ بله. اصلا چرا ما این اشاره رو نکردیم، تاریخشو اشاره کردیم که چرا کلپرگان، چرا که مربوط به سوال شماست و خاک و موضع خاک که اسم گذاری شده مناسب هم، اصلا چرا کلپرگان از همون 6000 سال ما میگیم 7000 سال هر تاریخی که قبول داشته باشیم، بعد میدونیم که قدیمی و خیلی قدیمی و قدمت دارد، چرا کلپرگان، چرا یه روستای همجوارش انجام هنر سفالگری رو انجام نمیدادن؟ چرا در جای دیگه انجام نمیدادن؟ به جز اون جاهایی که اسم بردم اونجا انجام میدادن، به نوعی دیگر خاک این منطقه است. یعنی معدن خاکی به نام معدن مشکوتان هنوز هم معدن وجود دارد. نوع این خاک را که بررسی کردن در کل دنیا، از این نوع خاک از نظر زمین شناسی و اون بخش قضیه نگاه کنیم، این نوع خاک رو در کل کره خاکی و زمین، این نوع خاک رو در 2 نقطه کره خاکی داریم. یکی در یه روستای در ژاپن هست، یکی همین روستای کلپرگان. چه نوع خاکیه که ما تاکید میکنیم؟
قبلش هم عنوان کردیم چرخ سفالگری هنوز اینجا کاربرد ندارد. در همون وقتی که همین کارگاه رو ایجاد کردن در دهه 50 چرخ آوردن وارد کردن به این هنر صنعت. غیر کارشناسانه بود، این بخشش نباید می اومد و خیلی از کارشناسان در اون وقت هم مخالف بودن که همین هنر به صورت همون سنتی و دستیش بموند، ولی با همونایی هم که معتقد بودن که چرخ باید بیاد سرعت کار بیشتر میده، کیفیت تولید بهتر انجام میده، بعد دیدن نه اینجا نمیتونه کاربرد داشته باشه چرخ سفالگری. چرا؟ چون نوع خاک اینجا از نظر چسبندگی آنگونه هست که موقعی با چرخ کار بکنه متلاشی میشه، ولی با دست که سخت‌تر هم هست. اگر این نوع این چسبندگی خاک را نداشته باشه اصلا با دست امکان پذیر نیست. خب این نوع خاک و این معدن باعث شده بود که این هنر صنعت در این کلپرگان رواج پیدا بکنه. نوع خاک اینجا. حالا در مردم در قدیم خب در خونه هاشون به طور سنتی این خاک رو متوجه شده بودن و اون مراحل تولید سنتی خودشون، حتی کوره سنتیشون که از زمان مثلا تو بیرون در محیط باز توسط اون درخت‌های داز، اون تنه‌های درخت داز که بهش پگوز میگن، به اون شیوه انجام میدادن. بعداً که این کارگاه ایجاد شد با روش اون کوره فعلی که گازوئیل و نفت و اینا، در هر صورت در روش‌های سنتی رو که به کار برده تا امروز ادامه داره، این نوع خاک بوده که باعث شده اینجا به این هنر سفالگری مشغول بشن. و نوع خاک ویژه، پس در هر کجای دنیا اگر یک مورد ویژه رو پیدا میکنن، هر چی باشد و انحصاری باشد، اهمیت پیدا میکنه، توجه بهش میشه. تا جایی توجه شد به این موضوع و بحث سفالگری که انجام دادن و این در طول تاریخ هم همینجوری این تداوم داشت که تا سال 81 اومدن گفتن موضع زنده ای رو ما باید در چند نقطه از ایران، از جمله در سیستان و بلوچستان و در سراوان کلپرگان اومدن موضع زنده رو به نام موضع زنده کلپرگان که موضع زنده خاک اسم گذاری کرد، چون خاکش اهمیت دارد، خاکش ویژه هست برای این کار و یک خاکی که استثنایی در جای دیگر نداریم. خب همه این اهمیت ها باعث شده که هرچند کم توجهی شده، کم توجهی من از خودم شروع میکنم، آنگونه که ما باید به این هنر صنعت بپردازیم به دلایل زیاد. حالا دلایل این بوده که ما خب توان اجرایی، فکری یا هر چی بگید نداشتیم، یا اعتبار نداشتیم، یا اگه داشتیم به جاهای دیگه هم باید گریزی میزدیم میرسوندیم. و یکی از محدودیت ها شاید همین که مهجور واقع شد و کلپرگان خب یه محدودیت فردی هم من داشتم. خب من به عنوان یه مدیر بومی سراوانی، همه سراوانی هم این انتظار داشتم و باید هم داشته باشم، به حقم هست و اگرم کوتاهی شده که شده من باید عذرخواهی بکنم دیگه. خب غیر از این که چیزی ندارم. ولی در بحث مسئولیت استانی که آدم مسئولیت استانی میپذیره، اگر 10 ریال اعتبار داره نمیتونه هر 10 ریال مثلا بیاد در شهر خودش هزینه کنه. اگه این کارو بکنه بعد بی‌عدالتی میشه، شهرهای دیگر، شهرستانهای دیگر معترض میشن که چرا توجه به هنرهای دیگرشون و جای دیگه انجام نشده. همه این عوامل باعث شده بود در طول زمان قبل از ماها بعدها هم که آنگونه که شاید مدیران، مسئولین میخواستن، همین امروز شما مسئولیت این کار دارید، خیلی طرح، خیلی فکر از دوستان، از کارشناسانتون، از خودتون شاید داشته باشید که دلتون بخواد این حفظ و ماندگار بشه، رونق پیدا کنه، تولیدش بیشتر داشته باشه با حفظ سنت ها و اصالت ها. ولی آنگونه که دل شما میخواد و آرزوهای شماست در اجرا و عمل تحقق پیدا نمیکنه. ولی اون چی که باعث رونق اصلی این کار اینجا میشه، اولا عوامل بازدارنده بماند که در کل ایران بحث تولید به صورت عام که حساب کنیم مشکل دار بوده هست، انگیزه های تولید کمتر بوده. حالا امسال که سال به اصطلاح حمایت از تولید ملی هست و کار و تلاش و سرمایه ایرانی انشالله که توجه بیشتر بشه، ولی در مجموع حساب میکنیم مربوط به یک مقطع زمانی خاص هم نیست، یه دولت خاص، این دولت اون دولت، کلا تولید در ایران مغروم به صرفه نبوده، مشکلات خیلی زیادی
تولید کننده ها داشت در همه عرصه ها به طور عام تولید. علاوه بر این در این شهرستان و در سراوان و این نقطه مرزی به نام کلپرگان خب قاچاق سوخت و مشاغل کاذب اینا باعث شده بود که فردی که یک روز با یه شغل دیگر میاد درآمد بیشتری رو دارد نمیاد بپردازه به یک هنری صنعتی که سخت است. کار دیگر هم که هست دیگه، کار حالا کاذب هست، شغل کاذب هست، ولی در قدیم خب هیچ کاری نبوده غیر از این که از این هنر این نون هم میخوردن و به عنوان اصلا در ابتدا اصلا به عنوان شغل و کار شاید اینو میپنداشتن. امروز داره ما میگیم اهمیت داره چون 6000 سال قدمت دارد، ولی اون روز که اون اهمیت نداشت، اون روز به عنوان یک کار و زندگی اینو جاری بوده در زندگی مردم. ولی امروز موقعی که جوان یا یک پیر یا حتی همین خود زنان سفالگر میتونن مشاغل دیگر بپردازن، درآمد چندانی داشته باشن، خب نمیان به این کار این سختی رو، مگر انگیزه های فراتر از این رو باید ایجاد کرد، باید داشته باشن. خب که اون انگیزه که باید ایجاد کرد اینه که به تولید اهمیت بدیم، به تولید اهمیت بدیم. زمانی تولید اهمیت پیدا میکنه که تقاضا باشد. هر تولیدی زمانی اهمیت پیدا میکنه که تقاضا که باشه اون فروش بیشتر خواهد داشت، توجه بیشتر خواهد داشت، بازدید کننده بیشتر میاد. خب موقعی که توجه بشه از ناحیه اصلا حکومتی، دولتی و دولت ها اصلا ما نگاه نمی کنیم، از ناحیه اقتصادی و بازار نگاه میکنیم. موقعی که مردم بیشتر به این اهمیت بدن، بخرن، حتی برای تزیین اگر امروز کار برده مثلا ظروف ندارد که مثل ظروف قدیم از همه ظروفشون از این بوده، در خونه هاشون اگر هر ایرانی، حالا اول از سراوانی ها که خب تعصب باید بیشتر داشته باشن، اول از خودمون کلپرگانی ها، بعد خود سراوانی ها تعصب داشته باشن، حداقل 1 تا 2 تا 3 تا چقدر که از نظر اقتصادی امکانش براشون امکان خرید هست، یک چیزی رو از این سفال کلپرگان، از انواع قطعات و ظروفی که چه تزیینی چه کاربردی به اصطلاح اونجا تولید میشه، 1 یا 2 قلم رو بخرن خونه داشته باشه، هم نمادی هست از این استان به عنوان هنر، همین که یک کمکی شده برای اون تولید کننده. بعدش هم دستگاه‌های دولتی برای تزیین در اداراتشون، در هدایایشون که میدن به مثلا مهمانهای خودشون که میان، و کل ایرانی‌ها در نمایشگاه‌ها اگر حضور خوب پیدا بکنن، مردم بخرن و تبلیغ خوب بشه، همه اینا هم اگه تبلیغ مناسب بشه، که من معتقدم تبلیغ کلپرگان به اندازه کافی شده، به اندازه کافی، اگه 100% هنوز نیاز هست، ولی بیشتر از اون چیزی که خودش الان اینجا میبینیم مشغول تولیدش هستن، نه اون جایگاه تاریخی و قدمت تاریخیش. در تهران، در نمیدونم سوئد، در فلان کشور خارجی، یا پژوهشگر یا کسای دیگه از تلویزیون، رادیو، مجلات، اینترنت بخصوص الان سایت هایی رو زیادی رو خود جوانان اومده به نام کلپرگان ایجاد کرده، یا به عنوان یک سایت دیگر با یه اسم دیگر اینو ایجاد کرده، ولی بازم بک‌گراند اون یا لوگو اون همین سفال کلپرگان هست و توضیحاتی رو راجع به کلپرگان، چند نمونه از اون رو تو اون سایتش گذاشته، اصلا خصوصی، نه دولت ها نه کسای دیگه، من شما این اون تبلیغ زیاد شده، ولی اون آدم‌ها یه دفعه میان برای بازدید اینجا، برای خرید اینجا، میبینن اینجا یک کارگاه کوچیک هست و 4 5 10 تا 20 40 تا 50 تا زن مشغول هستن. خب این اون چیزی که تو ذهنشون از تبلیغ بوده و از سفال کلپرگان تو ذهنشون بوده با این چیزی که در واقعیت اینجا میبینن متفاوته. خب ما باید بیایم تبلیغ رو هنوز ادامه بدیم، چون تبلیغ یک چیز مناسب برای هر نوع کالایی هست در بحث اقتصادی کالا، ولی بیایم به تولید به این شکل اهمیت بدیم که با خرید بیشتر به تولید اهمیت، از اون ور هم امکان تولید رو ببریم بالا که تولید بیشتر و با کیفیت تر باشه. یعنی چی؟ یعنی از یک کارگاهی که در اون مقطع اونجا ایجاد شده ما بیایم شبیه اون، چه با بخش خصوصی و بیشتر، من معتقدم که بخش خصوصی خب توان ندارد، خصوصی صنعتگر بیزنی که با یه خانواده‌ای که حالا چند تا جوان دخترها جوان خودشون آموزش دادن، صنایع دستی میراث هم کمک کرده، هنوز آموزش‌های ادامه دارن،
که کافی نیست، هنوزم باید ادامه بدیم. خب میخواد بیاد کارگاه تولیدی رو بزنه، ولی نه زمینی بهش میدن، نه امکان ساخت یک مغازه یا یک جایگاهی رو تولید بکنه، از خونه بیاد متمرکز بشه که به این هنر 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت مثلا چقدر که چی هست توان کاریش هست اونجا بپردازه. این وجود ندارد. اگه ما یه بازارچه ای رو تحت عنوان بازارچه تولید در کلپرگان راه اندازی بکنه، یعنی خود دولت راه اندازی بکنه، از اعتباراتش بعد در اختیار اون هنرمندا و صنعتگرا قرار بده و نظارت هم داشته باشه، از این کوره موجود اون کارگاهش هم که اون بیشتر جنبه بازدیدی داشته باشه، اون موضعی داشته باشد و از کورش هم روزانه نوبتی، امروز نوبتی این تولید کننده، فردا نوبتی اون تولید کننده. به نظر من این کار باعث میشه که این رونق پیدا بکنه و تداوم داشته باشه. خب با توجه به اینکه نامگذاری شده به عنوان موضع خاک و نمادهایی هست در طبیعت، در خلقت، نمادهایی هستند که از گذشته بسیار دور مورد اهمیت و توجه در نزد بشر در آیین‌های مختلف، در ادیان مختلف، در فرهنگ‌های مختلف بودند و به عنوان نماد 4 عنصر آب و باد و خاک و آتش اهمیت و جایگاه خاصی در تمام آیین‌هایی که خب بالاخره داشتیم دارند. به نوعی میتونیم بگیم که سفال سازی مختص زنان بلوچ هست در منطقه کلپرگان. 4 عنصری که هم آب و هم باد و هم خاک و هم آتش در خلق یک سفال این تاثیر اولیه رو دارن. یعنی بدون آب نمیشه سفال تولید بشه، بدون خاک، بدون باد و بدون آتش. در فرهنگ بلوچ حالا به ترتیب چه جایگاهی رو دارن؟ پرداختن به عناصر 4گانه خلقت و در فرهنگ‌های مختلف بشری از جمله در فرهنگ ایرانی مشخص است. کتاب‌ها نوشتند، زیاد مطالب عنوان شده در بحث عناصر 4گانه، حتی شعرای مطرح عرفا در مورد این عناصر شعر دارن و خیلی پرداخته شده به این موضوع در سطح ملی ایران و در سطح جهانی، ولی کمتر به اهمیت عناصر 4گانه در فرهنگ بلوچ پرداخته شد. اما در فرهنگ بلوچ به این عناصر 4گانه کمتر پرداخته شده. یعنی پرداخته شده که در این دوران معاصر پژوهشگران به عنوان پژوهش‌های مکتوب و یا فیلم یا هر اثری که اثرهای امروزی هستند، رسانه‌ای امروزی هستند، به این موضوع که آیا این عناصر 4گانه که این هم اهمیت در بحث خلقت دارن، در جهان دارن، در این فرهنگ ملی ایران دارن، آیا در فرهنگ بلوچ بیشتر اهمیت دارن، همون اندازه دارن، چه جایگاهی دارن؟ خود این عناصر 4گانه اولویت‌های اینی که کدوم یکی از اولویت اول برخورداره، اهمیتش بیشتر هست از دیگری، به صورت مکتوب یا هر شیوه رسانه دیگر پرداخته نشده. ضمن اینکه جایگاه دارن. من معتقد هستم که اتفاقا در فرهنگ بلوچ عناصر 4گانه و اختصاصا هم که اگر بریم روی موضوع تحقیقی و پژوهشی روی بحث کلپرگان با همه بحث‌های قبلی و اهمیت کلپرگان، در اینجا این عناصر 4گانه و حتی یه عنصری که اهمیت بیشتری در همراه این عناصر 4گانه دارد که عنصر انسانی هست در واقع، در اصل بیشتر از جاهای دیگه اهمیت پیدا میکنه ولی بهش پرداخته نشده. در فرهنگ عام مردم، بله در فرهنگ عام مردم اهمیت دارن ولی مکتوب نشده، پژوهش نشده، کمتر معرفی شده این موضوع. ما میپردازیم به اهمیت هر کدام از اینها به ترتیبی که در فرهنگ بلوچ از اولویت بیشتری برخوردار است. از عناصر 4گانه آب، باد، خاک، آتش، من معتقد هستم که آتش از اولویت بیشتری در فرهنگ بلوچ برخورداره که در همین بحث موضوع کلپرگان هم بازم اگر بیایم اینجا باز بررسی کنیم، اینجا هم اهمیتش هم به همون نسبت و بیشتر
اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ خب اون جایگاهش در همه جا مشخصه. در این فرهنگ بلوچ هم آتش اگر بیاییم از بعد اعتقادی آیینی نگاه بکنیم، چه در آیین میترایی و مهرپرستی، چه در آیین زرتشتی، چه در آیین اسلامی، هر سه تا آتش از یه اهمیت خاصی